حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرموده با اشخاص دوستی کنید که نیکی کرده و فراموش کند. درست است، بعض انسان ها هستند که برای انسان نیکی میکنه اما داور داره انسان میکشه، لیکن انسان با کسی دوستی کنه که این کار باید نکنه. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرموده مرگ را یاد داشته باشید ولی هرزوی مرگ را نکنید. حضرت عثمان غنی رضی الله عنه فرموده که انسان بر پرده زبان پنهان است. واقعا میگه زبان گوشتی سر طرف دوربیتی دور میخوره، اگر خوب بگوی خوب، اگر بد بگوی بد میشه. حضرت ابو علی مرتضی رضی الله عنه فرموده همیشه راست بگویید تا به قسم خوردن نیازی نداشته باشید. دقیقاً که انسان باید همیشه باید راست بگوید. انسان دروغگو در جامعه جای نداره و حیثیت ابرویش هم ریخته میشه بین از خود بیگانه. باید انسان همیشه کوشش کنه راست بگه و دروغ گفتن ضرر ایمان است. حضرت عمر فاروق اونها یک سی الفاظ دیگه هم گفته، میگه انسان ها به سه نوع هستند. اول کسی است که همو علم داره و تجربه داره و کدام مشکلی که بر میخوره از اون علم و تجربه خود و اون مشکل خود دقیقاً درست رفع میکنه. و دوم کسی است که او تجربه نداره، علم نداره، اما با اشخاص با تجربه و با علم مشوره میکنه، کار خود به درست انجام میده. سوم کسی است که او نه علم داره نه تجربه داره، اما با کسی صاحب علم تجربه مشوره نمیکنه، کار خود کورکورانه پیش میبره. لیکن انسان قمارباز وره، انسان قمار بزنه یا برد است یا باخت است.